با مقصد جلب توجه جامعه به آزمون‌های جمهوری علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانای کتاب است، ترغیب کتاب دوستی و کتابخوانی و با این وسیله بلند برداشتن معنویات جامعه از جانب اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت تدبیرهای سودمند اندیشیده شده است. در تالار دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov مراسم قدرشناسی غالبان آزمون‌های جمهوری علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانای کتاب است برگزار گردید. رهبریت اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت تاکید نمود که با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال ششم است که آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است برگزار می‌گردد و این تدبیر مهم جامعه ما را به کتابخوانی و کتاب دوستی هدایت نموده است. سال روان از ولایت سوخت در دور نهایی آزمون مذکور 29 نفر سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند که این باعث افتخار کارمندان ساحه معارف و علم است. خوشبختانه امسال در آزمون سزاوار جای دوم گردیدم. توجه به اشتراکچیان آزمون خیلی هم زیاد است. وقتی ما در جامعه زندگانی میکنیم که در آن جامعه برای ما نسل‌های ضرورند که آینده ساز باشند. وقتی که نسل‌های آینده ساز ضرور باشند برای آنها خرد در کار، اخلاق نمونوی و حمیده لازم است. برای اخلاق حمیده آنها یک راهنما، حتما یک راهنما ضرور می باشد. این راهنما کتاب است که ما را برای راست هدایت می کند. همین راهنمایی را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ما درک نموده آزمون فروغ صبح دانایی را تأسیس نمودند. ششم سال است که این آزمون در جمهوری ما برگزار می گردد. در این چاره‌بینی از نقش آزمون جمهوری علم فروغ معرفت و دیگر آزمون‌های جمهوری در تشکل تفکر ذهنی، دریافت چهره‌های نو و اختراعکاران و نوآوران یادآوری کرده شد. با باور قطع گردید که من بعد هم استادان و دانشجویان مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی، خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی و در عموم نمایندگان گوناگون جامعه در آزمون‌های جمهوری فعالانه اشتراک خواهند کرد. در فضای تنتنوی به غالبان آزمون‌های جمهوری، استادان دانشگاه‌ها و دیگر شخصانی که در روند برگزاری آزمون‌ها سهم گذاشته‌اند، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت سپرده شد. من سالی روان در آزمون فروغ صبح دانایی در دوره ولایتی جای اول را اشغال کردم و در دوره جمهوری باشد سزاوار جای دوم گشتم و من زیاده از 100 غزل، 120 رباعی، 150 بیت داستان، 150 بیت قصیده و 100 بیت دیگر نوهای شعری از خود نمودم و این همه از شاعران کلاسیکی از ابو عبدالله رودکی، از دقیقی، از جامی، سعدی، حافظ از خود نمودم. این همه دستگیری اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکتمان محترم امامعلی رحمان می باشد که چنین آزمون‌ها را برگزار گردانیدند. همزمان در این روز به دانشجویان فعال، یتیم، استیپندیای اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت تقدیم گردید. گفته شد که با مقصد عملی نمودن هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت در آینده نیز برای دستگیری و هوسمندگردانی اعضایان و کارمندان ساحه معارف تدبیرهای ضروری را عملی می‌کند.